گلهای تازه، برنامه شماره 9، قول و غزل، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، همایون خرم، مجید نجاهی، محمد موسوی، امیر ناصر افتتاح. غزلهای آواز و شعرهای متن برنامه از حافظ. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار محمد جهانفرد. چه مستی است ندانم که رو به ما آورد. که بود ساقی و این باده از کجا آورد؟ تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد. چه راه می زند این مطرب مقام شناس؟ چه راه می زند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد؟
چه مستی است ندانم، چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقیان، که بود ساقیان، این باده از کجا آورد؟ جانا یارا امید من جانم جانم بای امان تو نیز باده به چنگ آرد، راه صحراگیر جانان ده، که مرغ نغمه سران ساز خوشنوان آورد. یا
که مرغ نغمه سرات ساز خوشنوان جانم دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکنم که باد سال نسیم گره کشان
چرا میزند این مطرب مقام شناس که در میان غزل قول آشنا آورد؟ آن کیست کز روی کردم با من وفا داری کند بر جای بد کاری چو من یک دم نکن کاری کنم بر جای بد کاری چو من یک دم نکن کاری کنم اول به بانگ چنگونه آرد به دل پیغام وی وانگه به یک پیمان می با من وفا داری کنم وانگه به یک پیمان می با من وفا داری کنم گفتم گره نچوده زان طره تا من بوده گفتا من از فرموده تا با تو تر رین کنم گفتا من فرمودم تا با تو تر رین کنم
چرا میزند این مطرب مقام شناس که در میان غزل قول آشنا مرید پیر مغانب زمان مرنگ شک چرا که وعده تو کردی جاد او به جا آورد جانان مرید پیر مغانم زمن مرنج شد چرا که بعد تو کردی جان اون به جان آورد امید من
امید من جان که یار گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو باد بهار می وزد باده خوشگوار کو مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 9 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، همایون خرم، مجید نجاهی، محمد موسوی و امیر ناصر افتتاح اجرا شد.